بسم الله الرحمن الرحيم. والأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. وعن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وللأربعة و برای 4 محدث دیگه غیر النسائی یعنی ابو داود، ترمذی، ابن ماجه میفرمایند که النبی صلی الله علیه وسلم نقل میکنه اینا که نبی کریم پیامبر الله صلی الله علیه وسلم مسح کرد اعلی الخف، بالای موزه را، و اسفل و پایینش، و فی اسناد ضعف، در سند حدیث ضعیف است که میگه پایینش هم یعنی کف موزه را مسح کرده باشه. حدیث 60 از علی رضی الله عنه قال میفرماید: لو کان الدین بالرأی، اگر دین احکام دین بالرأی به مجرد عقل و نظر می بود، یعنی شریعت در نظر گرفته نمی شد، لکان اسفل الخف اولا بالمسح، حتمی پایین موزه اولا می بود به مسح کردن من اعلا و از بالایش کردن. وقد رأیت رسول الله، مدیدم رسول الله را یمسح که مسح میکرد علی ظاهر خفی، با پشت موزه های خود. اخرج ابو داود حدیث نقل کرده به سند حسن صحیح. ما شما در مسح موزه ها شروع کرده بودیم حدیث 58 ای 59 60 و امیتو دیگه حدیث است مسح کردن. بخش ما شما کتاب بلوغ المرام در کتاب طهارت بود. پاکی انواع و اقسام خود داشت که مسلمان پاک باشد و با چی چیزا پاک می شود. حدیث قبلی را یک مرور براتان می کنیم که چی بود حدیث قبلی و چه احکام داشت. همون تو دیگه بسیار اجمالی بیان می کنیم، باز دیگه شروع می کنیم. حدیث قبلی که امام بخاری مسلم روایت کرده است در ارتباط مسح کردن، گفتیم مسح موزه ها 70 صحابه از این نقل کرده، یعنی به تواتر ثابت است. اهل سنت و الجماعت اتفاق دارند که موزه مسح می شود و جایز است که یک مسلمان مسح کنه، یعنی قسمی که ششته میشه میتونه که را اگر موزه بود در پایش مسح هم بکنه. خب یک حدیث 58 مغیره ابن شعبه گفت که ما به همراه پیامبر بودم، وضو کرد، من خدا پایین کردم که موزهش بکشم. مرا گفت که دعهما، بانش، غرض نگیم با موزه ما، فینی ادخلتهما طاهرتین، به خاطر ما پای خدا در موزه که داخل کردم پاک بودند. فمسح علیهما، مسح کرد پیامبر بر دو موزه خود. متفق علیه، حدیث بخاری مسلم نقل کرده بود. و داستانش گفتیم که مغیره ابن شعبه با همراه پیامبر در سفر بوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که 3 عضو خود ششته دست خود روی خود مسح، خواسته که پای دست بزنه، شعبه مغیره خیز زده که موزهش بکشه. پیامبر اجازه نداد، گفته که ما پاک پوشیدیم، پایای ما در موزه داخل کردیم، پای ما ششتیم و در موزه داخل کردیم، آلبان که مسح کنیم. یعنی بسیار گپا را فهمیده می شده که خدمت کردن برای پیامبر و همین قسم با علما خدمت بکنی، حتی موزیش بکشی، بوتایش پیش پاش بانی، آب وضوش بیاری، این چیزا این ثواب داره و جانم مقابل هم زار تکبر نکنه یا هم به خاطر الله کار کنه. یعنی در اسلام است، این در اسلام است و این کسی که به خاطر الله کار میکنه درجه ثواب میگیره و چاپلوسی گفتن نمیشه. بعضی میگه چاپلوسی نکنه، عالمه که موزهش پیش پایش میمانه میگه چاپلوسی کردی. نه، این چاپلوسی نیست، این خدمت اصل به دین است. عالم خدمت کردن خدمت به دین است، خصوصا که عالم حق پرست. حکم مسح به خفین چی بود؟ گفتیم مشروع است و نظر چند علما را که ابن قدامه میگفت که مسح به موزه ها به نزد اکثریت اهل علم مجتهدین جایز است و ابن مبارک میگه که در مسح به موزه صحابه هیچ اختلاف نبود، تمام صحابه متفق بودند. و ابن عبدالبر که عالم کلان مالکی است میگه من نمیشناسم یکی از فقهای سلف که انکار کرده باشه مگر از مالک
یک روایت آمده با وجودی که می روایت صحیحت تصریح میکنه به اثباتش. یک روایت از امام مالک است و ضعیف است و حسن بصری میگه که 70 صحابی به ما حدیث نقل کرده که پیامبر موضع خود چی میکرد؟ مسح میکرد و این در سردی ها بسیار یک نعمت است. دلایلش بسیار زیاد بود. یکی حدیث بود حدیث باب و دیگه حدیث دیگه را ما بیان کردیم و متفق علیه بود. 3-4 حدیث رو بیان شد و حکم مسح در موزه در حضر چیز گفتیم علما اتفاق دارن که در خانه که باشی یعنی در سفر که باشی خود جایز است. در حضر یعنی در خانه که باشی مسح بکنی یعنی اختلاف دارن، اما صحیح است که اکثریت ائمه مجتهدین مثل امام ابو حنیفه رحمه الله و شافعی احمد بن حنبل و روایت راجع از مالک میست که در حضر هم یعنی کسی در خانه باشه میتونه که مسح بکنه تا یک شب یک روز بعد پسان میخوانیم. در این حدیث شروط یک شرط مسح آمده بود که بود پایایت بشوی یعنی وضو کرده باشی، پاک در موزه داخل کرده باشی، بعد از اون میتونی مسح بکنی. کمال طهارت شرط بود یا نه؟ یعنی هر دو پای یک جای بشوی داخل کنی یا چه قسم؟ در این اختلاف بود، ولی راجع گفتیم همی است که کمال بهتر است که انسان هر دو پای بشویه بعد از اون در موزه پای خود داخل کنه. یعنی تو نکنه که اول یک پای بشویه در موزه داخل کنه خشک کنه بعد از اون دیگه هر دوش یک جای بشویه بعد در موزه بانه. قول دومی بود که کمال طهارت شرط نیست، اما قول اول گفتیم صحیح‌تر و اولاتر و احوط‌تر است. یک سوال دیگه مطرح کرده بودیم که اگر کس تیمم میکنه آب نیست بعد از این موزه را میپوشه یعنی که تیمم باز آب پیدا میکنه مسح بکنه نکنه؟ صحیح همی بود که مسح نمیشه. وقتی که آب پیدا شد دیگه و ششته این مذهب حنفی یعنی 4 مذهب میگن که آب که پیدا شد مسح تیمم از بین میره، باید یک بار بشه بعد از اون مسح کنه. اگر که در اختلاف بود و بعضی میگن نه تیمم جایگاه خود داره ولی ما گفتیم ترجیح میست. یک سوال دیگه ای بود که کسی موزهش پاره باشه چطور است؟ گفتیم در اختلاف است، مسح میشه نه پاره شود. مذهب حنبلی ها میگفت که کمی پارگی هم در موزه پیدا شود مسح نمیشه. امام ابو حنیفه رحمه الله احناف مذهبش است که به اندازه 3 انگشت اگر پارگی بود مسح نمیشه، اگر زیاد بود باید مسح به اندازه 3 انگشت بود مسح نمیشه، اگر کم بود مسح میشه یعنی 3 انگشت. قول سومی بود که به هر موزه مسح میشه، پارگی باشه تا وقتی که موزه در پای تست میری میشه. و ما گفتیم راجع می قول سوم است به خاطر که دلایل زیادی بود. در حدیث مطلق آمده نگفته که موزه پاره باشه نباشه و دیگه صحابه اکثرش فقیر بود، موزه هایشون طبعا پارگی می داشت، ایتو نبوده که موزهشون پاره نباشه. در موزه‌ای که باشه و پاره وقت در راه بری انسان میشه. خب مسح اگر یک کسی وضو داره یعنی مسح کردگی است آب است و کدام مشکلی نیست، مسح بهتر است یا غسل ششتن؟ گفتیم در اینجا اختلافات بود ولی ما یک فیصله که بعض علما بیان کردن راجعی بود که شیخ الاسلام و شاگردش رو ترجیح داده. حالت انسان دیده میشه، یک کسی موزه در پایش بود ایتو نکنه که را بکشه، بهتر است که مسح کنه. اگر نه که پایش لج بود موزه را کشیده بود باید بهتر چی است؟ ششتن است، غسل. یک ترجیح را گفتیم. آیا جرابا را در هر وضو بیرون بکنی یا نه؟ از جهت احتیاط به خاطر طهارت یعنی جراب حکمش چی است؟ انسان بیرون کنه یا نه؟ ما گفتیم نه، جراب بیرون نمیشه و سر جراب مسح کردن چطور است؟ گفتیم برتان میگیم اینجا ما میخوایم که این موضوع جراب هم برتان بیان کنم که سر جراب مسح میشه یا نمیشه. بله اوجا محققین محدثین علما اکثریت مطلقش اتفاق دارن که مسح به جراب میشه و امثال ازی
که مثل موزه واره، یعنی مثل که می کعب بپوشانه مثلا میشه، اما محل فرض بپوشانه، یعنی یک جرابی باشه که محل فرض ششتنش چیست؟ امی بجلکاست، نه پایا کت بجلک، اینمی یک جراب باشه که همه قدر بپوشانه و سطرش کنه، دایمی مسا میشه، مثل حکم موزه را داره، جرابم حکم موزه را داره. و می فرماید در اینجا که حاجت به پوشیدن ازی بسیار زیاد است و اگر جراب ما بکشیم با موزه یک مشقت است و دین اسلام دین سهولت است که ما همیشه وضو میکنیم جراب بکشیم، خودش یک تکلیف است. هر جرابی که باشه، از پشم باشه یا از موی حیوانات باشه یا از پخته باشه، مقصد سطر کنه، پای بپوشانه، میشه که سرش چی کنی؟ مسح کنی. البته پاک بپوشی، مثل موزه واری، اول وضو کنی، جراب بپوشی، بعد از او که دیگه بی وضو شدی، همین 3 وضو بشوی، روی تا دستای تا مسح سر با سر جراب چی کن؟ مسح کن. آسان، هیچ حاجت پای ششتن نیست. دلایل شال برتان میگم. قال فی المغنی، ابن قدامه در مغنی میگه، این بسیار یک عالم کلانه، 4 مذهب در کتاب خود بیان میکنه، میگه ولا يجوز المسح على الخف الرقيق الذي يصف البشرة لأنه غير ساتر لمحل فرد فاشبه النعل. قال نووي في المجموع وحكى أصحابنا عن عمر وعلي جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. مغنی میگه که مسح به موضعی که بسیار باریک باشه که پوست معلوم شوه صحیح نیست، به خاطر که محل فرض نپوشانده، این مشابه نعل شده، یعنی مثل چبلک وارد شده، مثل که در چبلک مثلا نمیشه، در این هم نمیشه. خب البته این همین گپ میزنه که جراب بسیار نازک که حتی پوست پاش معلوم میشه. اما امام نووی میگه که حکایت میگه نقل کرده اصحاب ما، یعنی شافعی مذهبا، از عمر و علی، یعنی 2 خلیفه مسلمانا، عمر رضی الله عنه، علی رضی الله عنهما، علی ابن ابی طالب، جواز المسح الجورب، جایز بودن مسح به جوراب، اگر و این کان رقیقا، اگر که باریک نرم باشه، این بسیار نرم باشه. و حکوه عن ابی یوسف، از امام ابی یوسف در مذهب احناف 3 امام داره، یک امام ابو حنیفه رحمه الله، امام ابی یوسف، امام محمد. امام ابو یوسف هم میگه که جراب باریک هم باشه میشه که مسح شه، یعنی موزه باریک باشه. و محمد، امام محمد هم امیر، یعنی 2 امام مذهب حنفی. و اسحاق ابن راهویه و داوود ظاهری. علما در مسح جراب اختلاف دارن. امام احمد ابن حنبل و حنبلیا میگن که مسح به جراب جایز است و هما جراب میگه چیست؟ ما یسنا علی هیئت الخف من غیر الجلد، جراب امور میگه که جور میشه مثل موزه به غیر از پوست، یعنی پوست نمی باشه، پوست گاو یا گوسفند، این از این چی می باشه؟ از این پختباب و از این پشم و این چیزا، این جرابایی که ما شما میپوشیم، یعنی غیر از پوست حیوان. پوست حیوان که باشه او خود جمله موزه و یامه، بدون پوست حیوان. میگه مسح جایز است. ابن منذر یک عالم کلان است، حتی اجماع را بیان میکنه. این میگه تر و اباحت المسح، روایت شده مباح بودن مسح نقل شده علی الجوربین، به 2 جراب، ان 9 من الصحابه، 9 صحابی اباحتش نقل شده که 9 صحابه میگه که جایز است مثل موزه مسح بکنی. و این 9 صحابی کی است؟ پیشتر گفتیم که عمر و علی، و میگه اگر که باریک باشند موزه، علی رضی الله عنه، خصوصا علی ابن ابی طالب خلیفه 4 اسلام، عمار ابن یاسر، ابن مسعود، یعنی عبدالله ابن مسعود، خصوصا مذهب حنفی زیاد با اقوال ازی عمل میکنه، ولی در اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله عمل نکرده، اما شاگردایش مخالفت کرده، با امام خود عمل کرده، امام ابو یوسف، امام محمد. و انس ابن مالک 10 سال خدمت پیامبر کرده. 4 پنجم ابن عمر، عبدالله ابن عمر فرزند عمر رضی الله عنه. و البراء ابن عازب. 6 هفتم بلال حبشی و مؤذن پیامبر. و ابن ابی اوفا یک صحابی است. 8 و 9 صحابی سهل ابن سعد. یعنی 9 صحابه نقل میکنن که مسح به جراب جایز است، هیچ کدام مشکل نداره. و از این خواهد صحابه، از تابعی که این مفتی های صحابه بود، کلش مفتی بودن، مجتهد بودن، در وقتی 4 مذهب وجود نداشت، امام ابو حنیفه رحمه الله یا پسان آمدن، در قرن 2 آمدن.
و بعد از این از تابعین کسایی که فتوا داده تبع تابعین، و عطا، امام عطا تابعی است که صحابه را دیده. تابعی کسی را میگه که صحابه را دیده باشه، عالم مجتهد باشه. حسن بصری یا میگه که در جراب مثلا جایز است. ابن المسیب فتوا دادگی است. این بسیار تابعی بزرگوار کلان بود که از کبار تابعین میان بزرگا. و ابن المبارک از جمله مجتهدین است، در دوران امام ابو حنیفه رحمه الله زندگی میکرد. و ثوری، امام ثوری یعنی سفیان ثوری، و این در دوران امام ابو حنیفه رحمه الله در کوفه در بغداد زندگی میکرد در عراق. و اسحاق ابن راهویه، ای از جمله محدثین مجتهدین. امام ابی یوسف از مذهب حنفی، و امام محمد ابن حسن شیبانی. و اینا یعنی سعی کنین که بسیار مجتهدین، کل از مجتهدین ائمه هستند. به خاطر که امام احمد روایت کردگی است در حدیث 1774 و ابو داود در شماره حدیث 159، ترمذی در 99، مغیره ابن شعبه ان النبی صلی الله علیه و سلم مسح علی الجوربین و النعلین، که بدون شک پیامبر صلی الله علیه و سلم مسح کرد به جرابا و نعلش، یعنی جرابش در نعل بود، سرمو مسح کرد سر جراب. ترمذی میگه حسن صحیح، حدیث صحیح است، بعضی روایاتش بعضشون حسن است. شیخ البانی میگه رجال کل ثقات، رجالش کلش معتمد است. و فینهم رجال بخاری، راویای حدیث راویای بخاری است، در صحیحش محتجا بهم که امام بخاری از اونا استدلال میکنه. پس این خو از جمله ائمه و ذهب الائمه الثلاثه، امامای سه امام، یعنی امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، فيما استقرت علی مذاهب، آنچه که مذهبشان استقرار پیدا کرده داخل، کلشان میگه که مسح به بالای جراب جایزه. یعنی سه امام مذهب که استقرار پیدا کرده آخری قولشون. از مذهب حنفی دو امامش، امام محمد، امام ابی یوسف، مسح به بالای جراب جایز مباح میدانند. حدیث صحیح ثابت از 9 صحابی است که پیامبر کار کرده. صرف اختلاف در این است که ششتن بهتر است یا مسح، یعنی به اولاتر کدامش است. امام شافعی میگه که ششتن بهتر است به شرطی که مسح ترک نکنه دائمی، تا که سنت روی گردان نشه. حنبلیا میگه نه مسح بهتر است، یعنی یک کسی میال زمستان سرده کدامش بهتر است. بعضی میگه نه بشوی. امام احمد حنبلیا میگه نه مسح بهتر است از ششتن کرده. و می فرماید در شرح اقناع المسح الخفین افضل من الغسل، ششتن با یعنی مسح کردن در موضع بهتر است از چی کرده؟ از مسح کردن، از ششتن کرده. و همین قسم در جراب. پس این بود در موضوع جراب، یعنی مختصر من براتون گفتم و اقوال و فتوای علما صحابه اینا هیچ مشکلی نیست، مشکل نداره. یکم تا میگه امام ابو حنیفه رحمه الله جایز میدانه، ولی او یک دو شرط مانده که جرابا میگه سخینه این باشه، سخت باشه، اینطور باشه، ولی شرط در حدیث وجود نداره. و می خاطر شاگرداش که تش مخالفت کرد، گفت نه امام صاحب گفت امام ما هستی و شاگردت هستیم، اما این نظرت، این فتوایت قوی نیست، ما به این عمل نمیکنیم. شاگرداش به مسح عمل میکردن، سر جرابا مسح میکردن. و ما خودم هم امی نظر ترجیح میتم که مسح شوا و بسیار یک نعمت است، خصوصا دمی بارانا و دمی گپ مسح بکنی سر جرابا کدام مشکل نداره. خصوصا مثل موزه، وقتی که با موزه قیاسش کنیم در بازی هیچ کدام مشکلی نیست. هم یک شب و یک روز مقیم تا یک شب و یک روز مسح کن. بعد از صبح وقت که می وضو کردی پای تشیشتیم جراب مسح بپوش تا خفتن مسح کرده برو تا دیگه صبح. بعد دیگه صبح کشیشتی هم قسم تا دیگه روز. اگر در سفر بودی تا 3 شب و 3 روز. مثل موزه خودم موزه را مسح میکنی و سر موزه که مسح کردی جرابم داخل است. خب یک گپ دیگر گفتیم که می اعضا را خوش کردنش چطور است که روی پاک اینا شوا نشه، گفتیم جایز است، گپی نداره. اگر کسی میکنه هم، اگر نمیکنه خب همی زمستان که است و طبعا دیگه کار میشه. در تابستان بهتر است که نشوه. در تابستان اگر میکنم کسی گپی نداره در تابستان، اما بهتر است که پاک نکنه، به خاطر که ضرورت هم نیست. وللاربع عنه الا النسائی ان النبی صلی الله. خب این بود درس گذشته، به خاطر که بعضی کسا نبود، حالا به خاطر تشویقشان گپ گفتم که یک حدیث هم بسیار مهم است که شما بفهمید.
چقدر گپاره تا اینجا شما فهمیدین. حال خوب است که الحمدلله ثبت شوه و این بار بار بشنوین، بار بار، یعنی خوب در ذهنتان میشینه. سابق با ما استاد میگفت ما هم وسایل ثبت نبود، چه قسم ثبت کنیم؟ اوج ذهن‌ها را قوی میکنیم که ذهن ثبت میکنیم یا قلم. حالا خیلی ماشاءالله کامرا ثبت میکنه، پس بگیرین. حتی ما خودم میخوایم یعنی می درس بگیرم و بار بار این را بشنوم تا که خوب در ذهن خودم هم استقرار پیدا کنم، یعنی وقت ما ضایع نکنم. یا قرآن بشنوم تفسیر شو یا حدیث. در موتر که میرین، موتر خودتان است خصوصا یا دیگه جای اگر کسی قبول کنه می سی دی ها و می فلش و می درسای قرآن و حدیث خصوصا بتین که مردم بشنو. این خودش آگاهی میه و دین اسلام بسیار دین آسانی است، دین یسر است و انسان عمل کنه. بای اربعه ما گفتیم که در محدثین که تو کتب سته امی ابو داود و نسائی ترمذی ابن ماجه است. الا نسائی کتاب شما میگه اربعه روایت میکنه از مغیره ابن شعبه، غیر از نسائی یعنی ابو داود ترمذی ابن ماجه. اینا نقل میکنن که از مغیره ابن شعبه که ان النبی یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح علی الخف، مسکت بالای موزه خود را و اسفل و پایینش هم، یعنی پشت موزه را قفش هم پایین قفش هر دوش. ولی در اسناد حدیث ضعف است. حدیث دیگه که صحیح از علی بود که من پیشتر برای شما او را بیان کردم، میفرماد لو کان الدین بالرأی، اگر احکام دین با صرف عقل می بود، دو شریعت نمی بود، نقل نمی بود، لکان اسفل الخف، عتم پایین موزه اولا بهتر بود با مسح کرده من اعلاه از بالایش کرده، از پشت موزه کرده. وقد رأیت رسول الله، ولیکن میگه ما دیدیم رسول الله را یمسح، علی میگه ما دیدم مسح میکرد علی ظاهر خفیه، با ظاهر یعنی در پشت موزه خود مسح میکرد. اخرج ابو داود بسناده، ابو داود را نقل کرده هم قسم ترمذی ابن ماجه. لو کان الدین بالرأی، مراد به دین احکام اسلام است، مراد برای آنچه که انسان فکر میکند خوب را بدون نظر کردن به شرع، یعنی شریعت نمیبینی، سنت حدیث نمیبینی، قرآن نمیبینی، نظر خود میگی. صحت احادیث این باب چه قسمت؟ دو حدیث در اینجا براتون بیان کردیم، حدیث 59 بلوغ المرام و حدیث 60. لو کان حدیث مسح علی الخف و اسفلو ضعیف، این اکثریت علما میگن ضعیف، صحیح نیست. ابو داود ایر از ولید ابن مسلم، از ثور ابن یزید، از رجاء ابن حیوا، از کاتب مغیره، از مغیره نقل کرده، ولیکن این سند ضعیف شدگی چند علل داره، چند مرض داره، چند تا ضعف داره. به می خاطر این حدیث یعنی علمای ثقه بزرگای محدثین ضعیف گفته، مثل امام بخاری که محدث بسیار قوی است، راوی‌ها را میشناسه، این را رد کرده که اسم حدیث ضعیف است. ابو حاتم هم میگه ضعیف، احمد ابن حنبل، ابو زرع بسیار محدث کلان، ابو داود، خود ابو داود را نقل میکنه میگه ضعیف است، و همین قسم ترمذی نقلش میکنه ضعیف است، غیره. حدیث دوم که علی میگه پس وقتی که ضعیف شد، پس هم براتون میگیم مسح فقط در پشت پای است، در پایینش نیست. کسی که میگه در پایینه یعنی قف پای هم مسح کنی، نظرشان صحیح نیست و نظرشان ضعیف است، به خاطر که اینا از یک حدیث ضعیف استدلال کردن. حدیث علی را که بیان کردیم میگه اگر دین به صرف عقل می بود باید زیر موزه مسح میشد، و حدیث صحیح است، بعض روایت‌های بعضشان حسن است. خب اینا سوالی است که آیا پشت موزه مسح می شود یا داخل موزه، یعنی قف موزه قفش مسح شود؟ وقتی که ما موزه را با پای خود پاک پوشیدیم حالی که مسح میکنیم کجاش مسح شود؟ در اینجا اختلاف در بین علما است، اما اکثریت مطلق میگن پشتشه. سنت مسح کردن در پشت موزه است، موزه پشت پای کش میکنه. چرا؟ به خاطر قول علی که میگه اما اسفل الخف فلا یشرع. در یک حدیث میگه زیر موزه، دمی حدیث فلا یشرع جایز نیست، مشروع نیست، یعنی قف موزه را مسح کردن جایز نیست. این علی میگه و روایت از پیامبر کرده. دیگه ابن قیم میفرماید رحمه الله، محدث فسر عالم قرن 8 بسیار عالم کلام، میگه لم یصح عنه انه مسح اسفلهما، میگه صحیح از پیامبر کدام حدیث صحیح ثابت نیست
که پیامبر مسح کرده باشه قف موزه خدا زیر موزه. و اینما جاء فی حدیث منقطع، یک حدیث منقطع آمده. منقطع او را میگه که یک راوی دیگهش با دیگر ملاقات نکرده باشه. میگه در احادیث صحیح خلافش است، یعنی حدیث منقطع حدیث ضعیف است، به او عمل نمیشه. حدیث صحیح خلافش است که علی گفت که پیامبر پشت پای خدا پشت موزه را مسح میکرد. و بعض علما میگن که نه، مستحب زیر موزه است، یعنی قف موزه است، اما صحیح اول است. این علمایی که میگن به حدیث ضعیف استدلال کردگی هستند. کیفیت مسح، چه قسم مسح بکنیم؟ کت هر دو دست بکنیم، کت یک دست بکنیم؟ در اینجا علما مختلف نظریات دارند، ولی یک حدیث صحیح وجود نداره که پیامبر کیفیت مسح را بیان کرده باشه که این قسم به این کیفیت. به می خاطر مسلمان، مرد مسلمان و زن مسلمان، همین دسته که تیر میکنه به قدم راست و قدم چپش، با قسم دست خود تیر کنه که همین کلمه مسح به او استعمال شد. یعنی انسان بگه که مسح کرد، اینمی که دست خدایی تو میگیره یا این قسم دست خدا تیر میکنه از پشتش، این مسح. مثل که امام شافعی، ابو سر و غیره. امام شافعی میگه که به هر طریق که پشت موزه رو مسح کنه صحیح میشه. دیگه ما گفتن نمیتونیم که صحیح شد. یعنی صنعانی میگه، امام صنعانی این محدث مفسر میگه لم یرد فی الکیفیه ولا الکمیه، نه در کیفیت موزه کدام حدیث آمده حدیثی و نه در مقدارش که اعتماد باشه، مگر حدیث علی که در بیان مسح آمده که پشتش مسح. ظاهری است وقتی که یک مکلف یک مسح را انجام بده که لغتا او مسح گفته شود، امی کفایت میکنه. صفت مسح پس ایست که دست راست خدا که تر باشه داب بزنه و انگشتای خدا عادی بگیره کش کنه با پای راست، بعد از او با پای چپش. یعنی اگر کت یک دست کرد اول پای بعد چپ، و این مسح هم یک مرتبه می باشه. تکرارش مشروع نیست، به خاطر که در حدیث نامده که پیامبر 2 دفعه یا 3 دفعه مسح کرده باشه. و همین قسم جراب کسی پوشیده همین تو میتونه مسح کنه. و در بعضی احادیث آمده در بیان آنچه که کفایت میکنه از مسح، لیکن هیچ کدامش صحیح نیست. مثلا بعضی احادیث آمده که چه قسم مسح کنه، پیامبری طور کرده ولی ضعیفه. مثلا حدیث علی است که انه را النبی که پیامبر دید صلی الله علیه و سلم یمسح علی ظهر الخف، که مسح میکرد در پشت موزه خود خطوطا بالاصابع، یعنی خطای انگشت، یعنی تو دستای خود تو خط کش کرد، یعنی تو کش کرد خط. ولی این حدیث صحیح نیست، این کیفیت ثابت نیست. به می خاطر ما گفتیم که با هر کیفیتی که مسح شود صحیح. و دیگه حدیث جابر است قال مر رسول الله صلی الله علیه و سلم برجل یتوضا، پیامبر با یک مرد شد که وضو میکرد، فغسل خفیه 6 موزه خدا، فنخسوا برجلی بازو را پای خود پاک کرد و قال گفت که لیس هکذا السنت امرنا بالمسح هکذا و امر بیده. می پیامبر سم که دید پای خود شست، بعد از او برش گفت که این سنت نیست، ما امر شدیم از جانب الله که مسح کنیم و امر بیده علی خفین، دست خدا میگه با موزه خود تیر کرد. ولی حدیث هم حدیث صحیح نیست. علما خب فهمیدیم که اگر یک کسی مسح میکند چه قسم یک طریقش گفتیم. یک گپ دیگر هم اینجا ضروری است که آیا مسح مثل گوشا شود، یعنی مسح که میکنی هر دو دسته کش کنی مثل که در گوشا میکنی. گوشا را گفتیم که هر دوش یک جای شود، تو نمیشه که یکش مسح کنی با دیگهش مسح کنی، اینطور بلکه هر دوش. در مسح هم آیا مثل گوش مسح میشه که یک جایی باشه، یا ای که اول راست مسح میکنی بعد چپ؟ چه قسمت؟ علما 2 نظر دارن. قول اولی است که تقدم الیمین، میگه اول پای راست مسح کو بعد پای چپ. چرا؟ میگه مسح بدل از غسل است. مسح که است در بدل چیز شستن است، که وقتی که ما پای خود بشوییم چه قسم میشوییم؟ اول پای راست میشوییم باز پای چپ، یعنی می قسم مسح است. و بدل که است از برای از حکم مبدل است، یعنی آنچه که در بدلش است حکم از او را داره. در او اول پای راست شستن بود بعد پای چپ، در مسح هم میتود. فکما انه یشرع تقدیم غسل الیمنی فی الرجلین والیدین، میگه قسمی که مشروع است مقدم کردن شستن پای راست در 2 پایا و دست راست، این می قسم در مسح است. همین قسم میگه مشروع است تقدیم مسح یمنا علی الیسرا، یعنی اول پای راست مسح کنه بعد دوم. یک قول یک نظر است. قول دوم یمسحان جمیعا، میگه هر دوش یک جای میشه، یک جای مسح میشه، یعنی دست راست
مسح میکنه پای راست، دست چپ مسح میکنه پای چپ، در یک آن واحد در یک لحظه هر دوش کش میکنه. همین قسم در جرابا هم هر دوش کش میکنه. مگر یک تکلیف داشتی میشه جدا، یکم تو تکلیف سر پای نمیتونه استاد شو گپ جدا میگه همین قسم کش کن. دلیل از اینا چیست؟ به خاطر میگه در حدیث مغیره آمد که پیامبر فمسح علیهما، یعنی مسح کرد بر دوش، یعنی از این الفاظ استنباط میشه فهمیده میشه که هر دو دست یک جای کش میکنه. ولم یقل میگه در این حدیث نگفته که بدا بالیمین، پیامبر بر راست شروع کرد، یعنی اول پای راست مسح کرد بعد چپ. ولو كان مشروعا، اگر مشروع می بود لنقلت هذه الصفه وحفظت، این صفت نقل میشد و حفظ میشد، اما این صفت نقل نشده که اول راست بعد چپ، لانه من شرع الله سبحانه و تعالی، زیرا شریعت الله و شریعت الله چیزی را که بگویم ما با عمل میکنیم. این دیگه گفته نشده که اول راست بعد چپ. و دیگه میگه قیاس میکنیم به اذنین، به گوشها. فطهارت المسح لا تیمم فیها، طهارت مسح که است یعنی پای تک پاک میکنی با مسح کردن، این راست طرف راست نداره، مثل که گوشها که است دو عضو مستقل است با وجود ازی میگه راست نداره، یعنی تو نیست که اولی را مسح کنیم بازی دیگه شو مسح کنیم. و همین قسم پاها میگم مثل در مسح که است تو نداره که اول راست مسح کنیم با چپ. و هذا ارجح، میگه راجح تر است که یعنی هم یک جای شود این بهتر است. شیخ ابن عثیمین یکی از علمای کلان سعودی است و مفتی مجتهد، میگه کثیر من الناس یمسحوا بکلا یدی الیمین، بعضی مردم ها میگه اکثریت مردم با هر دو دستش یک پای مسح میکنه، جراب هم باشه یا موزه، بعد با هر دو دستش چپ مسح میکنه. این غلط است، این در اسلام نیست. میگه این اگه این دین بگویی باز بدعت هم میشه، یعنی با هر دو دست یک پای بازار نه، این دست راست در پای راست، دست چپ هم قسم. اگر مشکل داشتی باز پای راست باز پای چپ. خب یک سوال دیگه است که یک کسی جراب با بالای جراب میپوشه، کدامش هم مسح کنه؟ جراب زیر مسح کنه یا جراب سر مسح کنه؟ و این چه حکم داره؟ بعضی وقت همینطور میشه اگه تا جرابش چی میباشه نه این نازک است، یا جراب دیگه میاد 2 تا 3 تا 4 5 تا جرابا رو میپوشه که خب پایش چی شوه گرم شوه. میگه اذا کان لبس ذلك علی طهارت، اگر یک کسی جراب با طهارت میپوشه اما جراب زیره، حکمش دمی حالت بر فوقانی است، اما جرابی که در بالاست سر از او مسح کن. و این مسح علی التحتانی صح ذلك، اگر در زیر مسح کرد میشه، اما بهتر است که دمی جرابی که در سر از او مسح کنه. اگر زیر هم کرد بعد دیگه سرش کش کرد صحیح است، اما کار بهتر نه، کار بهتر است که جراب سر مسح کنه. و این لبس الفوقانی علی حدث، اگر پوشید جراب بالا را به بیوضو بود باز جایز نیست که مسح کنه به جراب بالا به نزد اکثریت اهل علم مجتهدین. مثلا یک کسی جراب پایین پوشیده بود با وضو، باز وقتی که بیوضو شد جراب دیگر را سرش کش کرد، اینال میاد مسح میکنه، این صحیح نیست. به خاطر که اینجا این جراب نو به وضو پوشیده و ما شرط گذاشتیم که در موزه و جراب باید پایتان چی باشه؟ در حدیث آمد نه پای پاک باشه، بعد از او سرش مسح میشه. تا که اول پای نشته باشی وضو نکرده باشی سرش مسح کرده، یعنی یک بار وضو میکنی پای میشی، بعد از که جراب کش کردی باز مقیم تا یک شب یک روز آن مسح میکنه. به خاطر که میگه را پوشیده به غیر طهارت. و ابن قدامه میگه که علما در این مسئله اختلاف ندارن که یعنی صحیح نمیشه یا کسی که جراب در حالت بیوضویی پوشید جراب سرش مسح نمیشه. خب بعضی فایده های عام از این حدیث چی فهمیده میشه؟ یکی که دین مبناش به نقل است، بنایش از الله. دین چی را میگه؟ قال الله و قال الرسول، الله گفته پیامبرش قل اطیعوا الله و الرسول، الله در قرآن میگه بگو اطاعت کنین از الله و از پیامبرش. فإن تولوا، اگر اعراض کردین شما از الله و رسول اطاعت نکردین، فإن الله لا يحب الكافرین، الله کافر دوست نداره، این کافر میشه، کسیش قبول نداره. حالا یکم تا میگه قال الله و قال رسول، میگن قال الله بانین قال الله و قال رسول نگوین، توبه کافر میشه کسی گپ بگه. مولا چی میگه؟ میگه مولا میگه قال الله قال رسول، گفت الله گفت رسول، و کافر میشی به این گپ اگر استریشخان زدی و استهزا کنی. دین اسلام می قال الله قال رسول، اشهد قال الله چه معنی؟ اشهد ان لا اله الا الله، یعنی می جزء کلمه
شاهدی میتونم غیر از الله دیگه معبود نیست. قال رسول چی معنی؟ اشهد ان محمدا رسول الله، شاهدی میتونم که محمد رسول الله. حالا تو کلمه شهادت قبول داری؟ که داری، قال الله و قال رسول عین چیزه. جاهل بدبخت، اگر تو سر کلمه شهادت توهین کنی خود کافر میدانی، دایی هم کافر میشه. و دین اینمیست که قال الله و قال رسول. اگر کسی ازش کم خود گپ زد، نظر خود گپ زد که مخالف قول الله بود، یعنی قول الله، و مخالف قول رسول بود، او گپ مردود است، قبول نیست، و دین نیست. او دین نیست. و اگر اجتهاد هم باشه با او عمل نمیشه، او اجتهاد خطاست، با او عمل نمیشه. دین خو اینمیست که قال الله و قال رسول. اینا به این خاطر گفتم بعضی جاهلا میگه که کتی ملا بیخی دیوانه شدیم، غیر از قال الله و قال رسول میگه، دیگه چیز یاد ندارم. توبه استغفر الله. این تو مردم ها جاهل است که از اسلام اینقدر دور هستند که میگه پناه میفهمن ارزشش. دین مبناش به نقل از الله و رسول است، ولیس الرأی هو المحکم فی. رأی فیصله کننده نیست. رأی یعنی عقل محض، مجرد رأی و نظر. ولی در دموکراسی و نظام‌های کفار و غربی یا کاپیتالیستی کمونیستی اونجا باز رأی است، نظر است. اونجا ببینین یکم دفعه گرد میز گرد جور میکنه، نوشته کرده در زیر امو استیش نوشته کرده به نظر من. چی گپشان چیز؟ به نظر من. به نظر توی چی است؟ به نظر توی چیز؟ به نظر من چیز؟ حتی یکم ژورنالیستا میره از کچالو فروش پرسان میکنه به نظر شما امی کار حلال است یا حرام؟ او میگه حرام است به نظر من. یک کچالو فروش بی سواد. خیلی بیارم کچالو فروش بگو اینجا ما میخوایم یک دو منزله جور کنیم، یک نظر بده، نقشه را برش بده، بگم این نقشه به نظر تو صحیح است یا نه؟ بازو که گفت این به نظر من حرام است، باز بگم نقشه را تطبیق نکن. میکنی در کار انجینیری متخصص میاره، در کار طب متخصص میرانه پشتش میگرده، در گپ علم و دین از کچالو فروش پرسان میکنه کی چی است در اسلام جایز است یا نه؟ با میگه حرامه به نظر من، بعضش میگه به نظر من کدام مشکل نداره. توبه. کسی درباره دین نظر بده بسیار خطرناک بدون علم. یکی خب مبنایش به نقل است، به خاطر علی گفت که مبنای دین صرف عقل نیست، عقلی که در روشنی وحی باشد، یعنی عقل. دوم الذی یتبادر الی الذهن، آنچه که در ذهن انسان میاد اولا و بهتر مسح ایست که پایین موزه باشد نه ظاهرش، یعنی که زود در ذهن میاد امی تو معلوم میشه که زیر موزه خو نجس میشه، نه زیر مسح کنی، زیرا پایین که است مباشر است، یعنی متصل است در روی زمین، پایین پشت خو بالای زمین است و بعضی وقت نجاست در موزیر جای میگیره، پس بهتر است که پایین پاک شود. لیکن این خو ظاهر نظر است، اما عمیق که شوی او طور نیست. وقتی که انسان عمیق فکر کند در وقت تعامل اعلایشان پشت موزه را بهتر پیدا میکنه، به خاطری که مسح حاصل نمی شود به ششتن با او پاکی و انقا نمی، یعنی با مسح کردن یک چیز پاک نمیشه دست کش کنی. مثلا اگر نجاست باشه تو خو یک دست کش میکنی و کی پاک میشه؟ پاک نمیشه. پس مسح که در زیر دگام او را ملوث میسازه. مثلا اگر یک چیزی باشه خشک او را کش کردی دگام ملوث میشه، یعنی مو نجاستش زیاد میکنه. به می خاطر اعلایش که از پشت موزه کش میکنی و یک چیز نجاست دو جایی نمیگیره. اگر که در اسلام نیست کسی موزه و جرابش مسح باشه نجس باشه او را پاک میکنه، ولی اگر بعد نجاست های خشک باشه با مسح کردن ملوث میشه زیرا، اما رویش مسح کنی هیچ گپی نیست. یعنی اسلام که میگه پشت مسح کنین دایی بسیار یعنی عقل عمیق ای را قبول میکنه. اما ظاهر عقل که ببینی اما تو میگی که والا زیرش مسح شود، زیر مسح شود دیگه ملوث میشه. به می خاطر الله در قرآن میگه که افلا یتدبرون القرآن، آیا یا در قرآن عمیق فکر نمیکنن؟ تدبر فکر عمیق میگه. ولو کان من عند غیر الله، اگر از جانب غیر الله می بود لوجدوا فی اختلافا کثیرا، دی بسیار اختلاف زیاده تناقضات پیدا میکن. بعضی وقت یک آیت با آیت دیگه در فکر سرسری متناقض معلوم میشن، اما عمیق که فکر کنی هیچ تناقض نداره. و قرآن میگه که شما، الله در قرآن میگه که شما عمیق فکر کنین هیچ تناقض وجود نداره و هیچ مخالفت عقل هم در دین وجود نداره که عمیق سرش شوی. دیگه دین مخالف عقل نیست، از این حدیث فهمیده میشه. لیکن دین اسلام احکامش بعضی وقت با قسم یک حکم صادر میکنه که عقل قاصر انسان رو درک کردن نمیتونه، عقل کوتاهی میکنه.
سبب است که عقل انسان ها قاصر است. بعضی وقت به انسان حکمت یک چیز مخفی میمانه. حالا مثلا بسیار چیزایی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت حال آشکارا شده میرنه. حال مردم که میتب آمد و تحقیق میکنن و میگه اوه اسلام چقدر خوب گپ زده. من که مثلا میابه که میگه بشینی و 3 بار بنوشی، حال حکمت های زیرا طبیبا پیدا میکنن که چقدر. و یا میگه مگس تحقیق کردن که یک بال شفا داره، دیدن که بله دو است، میگه ایره قطع بتینی دا پیمرسا میگه که اگر دینی مگس هفتید و منبالی که نجس است او را پیش میکنه، شما قطع بتین باز استفاده کنید. یعنی این چیزا را تحقیق کردن، روز به روز که تحقیقات کردن میرن، امی حکمت ها آشکارا. دو وقت نبود مثلا 14 قرن پیش کسی حکمت امو حکم اسلام نمیفهمید، حالا میفهمند. یا قصاص کردن، یا کسی قتل میکنن باید کشته شود و در این امنیت حاکم میشه. این میال تجربه شد که تا وقتی قصاص در یک سرزمین نافذ نباشه اوجا امنیت نبیاد. یعنی حدود اسلام جایی که تطبیق شده 100% امنیت تضمین شده. فقط اعلان که قانون اسلام تنفیذه، یک ماه قانون نافذ باشه دیگه مردم کسی جنایت نمیکنه، در یک ماه عاداتشون تغییر میخوره. یعنی آل از نگاه تبام حتی اسلام که میگن دختر و بچه خلط و مل درس نخوانه در صنف بیاد یک جای. این امروز آلمان و اروپا تحقیق کردن، در میگم دخترها و بچه‌ای که در یک صنف درس خواندن نتایجشان 60% نمره اصل امتحان که گرفت 50 و 40 بود، یعنی اکثریتش ناکام بود. به خاطر که اینا مصروف شهوت رانی بودن و مصروف روابط نامشروع. اما دختران که جدا کرد بچه را نمراتشان 90 و 100 بود، یعنی اینا زیاد موضوع را درک کردن. بعد وضو گفتن که اوه اسلام که میگه دختر جدا باشه بچه جدا باشه، در این خو حکمت است که خوب اینا میتونن درس فرا بگیرن و وظیفه خودانه درست میتونن پیش ببرن. یا همی که حجاب میگیم نه، حجاب کدام سرزمینی که حجاب است آزار جنسی حتی به نظر بد که سل نمیکنه. در کدام جایی که بی حجابی بی حیایی است، مثلا گفتن 95% زنایش آزار جنسی شده. در امریکا هر سال بیش از 30 میلیون دخترانشان به زور زنا میشن، به زور. این که برزاخ و کلش میشه و پرسان نکو و قانونشان است و را حلال میگن به زور. یعنی پس از این فهمیده میشه که زنا حرام، و حالی که اسلام زنا را حرام گفت. من چند مثالش ما کشورهای کفری حلال گفتن و لواطت حلال گفتن، اسلام هر دوش حرام کرد. حال یک مرض ایدز HIV از اثر امی زنا پیدا میشه، برشان بر آمده که مرض میگیره دیگه هیچ صحتیاب نمیشی. و این اصل لواطتکارا یعنی همجنسگرایای امریکا در کالیفرنیا از اونجا این مرض ایدز بر آمد، با کشور افریقایی در اینجا آمده در کل دنیا سرایت کردی مرض. یعنی الله به تو مرض اینا را، یعنی الله میفهمید که این عمل انسان حیاتش تهدید میکنه، با مرگ میکشونه. به می خاطر می زنا نکنید، لواطت نکنید، رابط نامشروع نگیرید. رابط مشروع که اسلام و هم بر صحتش مفید است، هم بر جامعهش، هم بر آرامش روحی و روانیش. یعنی اسلام الحمدلله که بعضی وقت یک حکم صادر میکنه هدف حکمتش نمیفهمی، عقل قاصر است، ولی پسان درکش کرده میتونی. و بسیار الله که از به ما ضرورت نداره در هر چیز فایده گپ بگه. الله ذات قادر مطلق است، پادشاه کائنات است. بعضی وقت میگه به خاطر خوشحالی ما، بعضی وقت نمیگه، و بعضی وقت که میگه اونمو به ما قناعت حاصل میشه که کلام الله است و این حق است. دیگه حاجت نیست که در هر چیز دلیل بگه. مثلا یک پادشاه که مامورین خدا حکم میکنه، یکم دفعه میگه این کارو نکنین بین، ولی هر دفعه نمیگه این کارو نکن. و مامور هم حق نداره که بگه چرا. مثلا رئیس جمهور تو را میگه اینی کارو نکو، تو کی میتونی بیای بگی رئیس صاحب جم چرا این کارو نکنم، دلیلش بگو. اگه قبول ندارم، اگه این گپا گفتی می ببر بندیش که چند سری کشش کو، من میگم این کارو نکوی، می دلیل بگو. یا اگه برج بگه که اینی کارو بکو، بازو بیا بگه صاحب دلیل از این چیز غیر از اون ما حکم قبول نداریم، نه علامه میگه اینا چپا کنین، خب یک فرشش کنین ببرین بندخانه. تو چی کار هستی؟ مامور هستی، حکم صادر شد عمل کن. اینا الله خو عجیب پادشاه کرده، او خو مالک الملک، پادشاه است، او که حکم صادر میکنه. بعضی جاها میگه و هم رحمتش هست که میگه اینی فایده، و بعضی جاها میگه ما و شما مأمور هستیم، ما بنده هستیم، باید عملی کنیم. حکم یک انسان بدون دلیل عملی میکنیم، نه از خالق جهان، قادر مطلق، عالم بالغیب، به همه چیز، به مصالح ما، به منافع ما، چرا به او عمل نکنیم؟ این به این خاطر گفتم که اگام تا میگه که این اسلام میگه که پشت موزه را مسکو، از زیرش خبر نیست که چه مرداری هستی. بعضی جاهلا نه همی دین ستیزا کرد، یا جاهلا بعضش دین ستیز و ضد دین است، بعضش جاهل است.
عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. حدیث 61 62 و 65 کتاب بلوغ المرام صفوان ابن عسال رضی الله عنه، یک صحابی جلیل قدر، در حدیث 61 می فرماید قال کان رسول الله، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم یأمرنا، امر میکرد ما را، اذا كنا سفرا، وقتی که ما در سفر می بودیم، مسافر می بودیم، چی میکرد امر؟ الا ننزع، امر میکرد که نکشیم خفافنا، موزای خدا نکشیم، 3 ایام، 3 شب، ولياليهن و 3 روز، 3 شب و 3 روز نکشیم موزا را، الا من جنابت، مگر که جنوب باشیم باز میکشیم، ولكن نمیکشیم موزای خدا از جهت چی؟ من غایت یعنی بول کلان، تشناب که میریم، و بول یعنی پیشاب یا بول کوچک، و نوم خواب یعنی از جهت خواب نمیکشیم، از جهت بول، از جهت غایت، فقط اگر جنوب شدیم باز موزه را میکشیم. اخرجه النسائی، این را امام نسائی حدیث نقل کرده، ترمذی و لفظ از ترمذی است و ابن خزیمه نقلش کرده و صححها. ترمذی ابن خزیمه حدیث صحیح است. حدیث 62 بلوغ المرام است که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میگه قال جعل النبی صلی الله علیه وسلم، گردانید نبی پیامبر الله صلی الله علیه وسلم 3 ایام، جعل یعنی مقرر کرد پیامبر 3 شب و 3 روز را للمسافر، برای مسافر که مسح کن، و یوما و لیلة للمقیم، و یک شب و یک روز برای مقیم، کسی که در خانه است، در سفر نیست، یعنی در مسح کردن به موزه ها. این حدیث امام مسلم حدیث قوی نقل کرد. ابی بکر رضی الله عنه از نبی کریم صلی الله علیه و حدیث یوم است، میگه انه رخص للمسافر، پیامبر رخصت داد، اجازه داد بر مسافر 3 ایام، 3 روز، و لیالیهن و 3 شب، وللمقیم یوما و لیلة، و برای کسی که مقیم در خانه است 1 شب و 1 روز مسح کنه. اذا تطهر، وقتی که پاک میشه، فلبس خفیه، بپوشه موزه خود را، یعنی خود که پاک کرد، وضو کرد، یمسح علیهما، بعد از مسح کنه. این را دار قطنی و ابن خزیمه میگه حدیث صحیح است. خب 3 حدیث و در 3 حدیث کان یامرنا، آمد امر کرد پیامبر ما، امرش تونی که واجب یعنی مباح است، اجازه داد به ما. اذا كنا سفرا، سفر سین زبر داره، فا ساکن است، معنای مسافرین، وقتی که ما مسافر باشیم. الا من جنابت یعنی که باید بکشیم از جنابت، اگر که پیش از 3 روز باشه، مثلا یک کسی موزه را پوشید، مسح کرد 1-5 ساعت رفت، بعد از اون مانده شد، خواب کرد، شیطان بازیش داد، نه جنوب شد چی کار کنه؟ غسل میکنه. در غسل کسی تو نیست که موزه را مسح، پس موزه را بکشه غسل کنه، آب که است، بعد از اون چی کنه؟ اگه آب نیست، با دو صورت موزه خود نمیکشه، تیمم است. اگه آب نیست، تیمم است. در تیمم خب پای ششته نمیشه، اونم فقط اونم مسح روی است و دست است، خلاص دیگه. اما وقتی که جنوب شد غسل میکنه، باید موزه را بکشه. به خاطر همین تو آسان میگم که یکم تا ما شما اینجا افتفام هستیم، نه؟ خوب باید بفهمیم که می گپ چی. من مثال میتونم براتون، خوب گپ بفهمید. پس جنابت چی را میگه؟ انزال منی، از کسی منی بیرون شوه. قبلا ما گفتیم 3 چیز است، یکی مزی است، یکی ودی است، یکی منی است، یکی بول. احکامشان بیان کردیم. اگر بول بیرون میشه چی حکم است از وجود انسان؟ غایت. و اگر مزی بیرون میشه چه حکم است؟ اگر ودی بیرون میشه چه حکم است؟ اگر منی بیرون میشه چه حکم است؟ نه هر 4 شما 3-4 بار تکرارم کردیم.
ولكن من غایت و بول و نوم در حدیث آمد از غایت، لیکن معنیش لکن چی معنا؟ لا ننزع، نکشه موزه خدا از جهت غایت، یعنی کسی تشناب کلان میره نمیکشه و بول پیشاب میره و تشناب خود نمیکشه، خوابش میبره نمیکشه، مگر که مدت مقرره 3 شب و 3 روز بر مسافر، 1 شب و 1 روز بر مقیم ایتیر شد. صحت حدیث باب چیست؟ حدیث صفوان حسن است، حدیث اول، زیرا در سندش عاصم ابن ابی نجود است و این صدوق است، یعنی بسیار راست میگه، بعضی وهم داره. حدیث دیگه شواهد هم داره، امام بخاری میگه حدیث صحیح است، امام نووی ابن حجر. حدیث ابی بکرته در سندش مهاجر ابو مخلد است، علما دیگه گپ زدن. ابو حاتم میگه که یک ذره حدیثش ضعیف است و حافظ در تلخیص میگه که شافعی و خطابی حدیث صحیح گفته، یعنی بعض محدثین صحیح. و امام ترمذی در علل الکبیر از بخاری نقل میکنه که حدیث ابی بکرته هم حدیث حسن، یعنی دوم هم حدیث درجه حسن است. و سومش خو حدیث مسلم بود و ما شما گفتیم که بخاری مسلم کلش احادیثش صحیح است، دو کدام مشکلی نمی باشه. کدام حدیث که در کتاب صحیح بخاری نبود یا مسلم او را تحقیق میکنی سندش که صحیح است یا نه، اما اگر در بخاری مسلم است و طبعا صحیح می باشه. خب از این حدیث ما چی را فهمیدیم؟ چی استفاده میکنیم از این 3 حدیث؟ از 3 حدیث ای که موزه خدا نمیکشیم 3 شب و 3 روز مگر ای که جنوب شوه یک کسی، و این جنوب مرد باشه یا زن باشه جنوب شوه میکشه. دیگه مسح به موزه خاص به وضو است، نه به غسل. و این شرط دوم از شروط مسح به خفین است، یعنی مسح که میکنیم به موزه این در وضو، در غسل نه. در غسل یعنی این تو نمیشه که یک بار که غسل کردیم مسح کنیم با تا دیگه بار، او طور نیست. در غسل یعنی اگر جنوب میشی در او مسح وجود نداره. در جنوب که از غسل است هیچ مسح نیست، فقط برای وضو مسح است. یک کسی که وضو میکنه از پای شستن بیغم است، به شرطی که موزه در پایش باشه. و این شرط دوم بود از شروط مسح که اینجا ما شما خواندیم، به خاطر که در حدیث گفت که اگر جنوب بودی دیگه مسح کرده نمیتونی، باید پایت بکشی و بشوی. ابن قدامه میگه ولا یجوز المسح فی جنابه، جایز نیست که فایده نمیکنه مسح در جنابت، ولا غسل واجب و نه در غسل واجب، غسل که واجب باشه، ولا مستحب لا نعلم فی هذا، دیگه ما اختلاف نمیبینیم. اگر یک کسی غسل مستحب میکنه اگر مسح کنه غسلش نمیشه، اگر غسل واجب میکنه مسح کنه نمیشه. مثلا غسل واجب یک خانم است، نه مریض میشه، مریضی ماهوار، باز از مریضی پاک میشه، اینجا غسل باید بکنه. یا می قسم چی میشه، نه چی میگه ولادت میکنه نفسا میشه، بعد از این پاک میشه. حافظ ابن حجر میگه مسح به موضع خاص به وضو لا مدخل الغسل، غسل برای غسل در دخالت نیست به اجماع، یعنی در اتفاق ائمه مجتهدین است که فقط این بر وضو ارتباط داره نه به غسل. اگر غسل سرت واجب شد با سر موزه مسح کرده نمیتونی، میشوی کل بدن. خب شرط سوم از شروط مسح به موزه چی بود؟ در اینجا مدت است، مدت زمانه، تا چند روز میتونی که موزه را پوشیدی تا بسته زمستان رو از پایت نکشی، یا ماسی را پوشیدی بسته زمستان میگی که بخیر پوشیدیم تا 3 ماه دیگه را از پای نمیکشیم، میتونی. مدتش تعیین شده در این حدیث و صریح بود که برای مسافر 3 شب و 3 روز و برای مقیم 1 شب و 1 روز. مقیم کسی که در خانه است، در سفر نیست. دلایلش چیست؟ حدیث باب بود، حدیث علی رضی الله عنه که حدیث صحیح بود، جعل النبی یعنی مقرر کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم 3 ایام 3 روز و لیالیهن و 3 شب للمسافر بر مسافر و یوما و لیلتا للمقیم و 1 شب و 1 روز بر مقیم کسی که در خانه. دوم حدیث باب صفوان ابن عسال به درجه حسن و حدیث ابی بکرته که صحیح بود، این درسش همین مدت تعیین شده. قول با این که فتوا مسح به خفین موقت بر مقیم 1 شب و 1 روز، مسافر 3 شب و 3 روز، این نظر جمهور علما، مذهب امام ابو حنیفه، شافعی، احمد، یعنی اکثریت علما. این امام نووی میگه اکثریت مطلق مجتهدین را میگه، یعنی اگر که کم اختلاف هست، خب کم اختلاف هست، با میگم نظر دوم است. از این جمله کسایی که گفت گفته صحابه علی ابن ابی طالب میگه مدت مسح همی است که برای کسی در خانه 1 شب و 1 روز، مسافر 3. عبدالله ابن مسعود میگه عبدالله ابن عباس، حذیفه. از تابعین آنچه که از اینا نقل شده، شریح قاضی شریح ای تابعین بود، صحابه عطا ابن ابی رباح ای تابعی، شعبی امام شعبی، عم عمر ابن عبدالعزیز یا از جمله تابعین است.
عبدالله ابن عبدالبر در استذکار میگه اکثر تابعین و فقها مجتهدین علی ذلك و هو الاحوط، میگه بسیار به احتیاط که یک شب و یک روز بر مقیم، 3 شب و 3 روز به مسافر، یعنی احتیاط دمی است که همین طور شد. اگر که اختلافه خطابی میگه توقیت یعنی وقت تعیین کردن بر مسح، قول اکثریت فقها است. این امام نووی میگه. قول دومی است که لا توقیت فی المسح، در مسح با موزه علی الخفین میگه وقت نیست، وقت مقرر نیست. فمن لبس خفی، کسی که موزه خود میپوشه و هو طاهر می پاک میباشه، می پایش که پاک است، نه پاک پوشید، مسح علیه ما بداله، تا وقتی که میگه موزه در پایشه دلش تنگ نمیشه مسح کرده بره. 3 روز میکنه اگر مقیم هم است، 2 روز میکنه، 3 روز، 4 روز، 5 روز، 10 روز، 1 ماه، 2 ماه، تا هر قدری که دلش میشه. این نظر کی است؟ امام مالک و لیث بن سعد، هر دوش اماما مجتهدین. این ابن قدامه اقوالشان آورده. این دو امام این گپ میزنن که برای مسح کردن میگه مدت نیست. امام شوکانی میگه ولعل متمسک اهل هذا القول، شاید دلیل این امام مالک و لیث اما چیزی حدیثی است که ابو داود نقل، یعنی دیگه دلیل از یا پیدا نکردن. شاید یک دلیل است که هم حدیث ضعیف است. به می خاطر ما شما کل مذاهب، کل مسلمانان اهل سنت و جماعت مکلف هستند که به حدیث صحیح عمل کنند. به حدیث ضعیف عمل کردن بدعت از گناه داره. ابو داود میگه در حدیث ابی ابن عماره نقل میکنه که انه قال، پیامبر ابی ابن عماره گفت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم امسحوا علی الخفین، مسح کنم به موزه؟ قال، پیامبر گفت نعم بله. قال، گفت یوما، یک روز؟ قال، پیامبر گفت نعم. بعد گفت یومین، 2 روز؟ پیامبر گفت بله. بعد گفت 3 روز؟ گفت بله. پیامبر گفت بله. بعد از اون پیامبر گفت و ما شئت، چقدر که دلت میشه، یعنی وقت دیگه تعیین نیست، هر قدر که 3 روز، 10 روز، 20 روز، 100 روز، 1 سال. و این حدیث خیا از این حدیث استدلال کنن و هذا الحديث لا يصح، و حدیث صحیح نیست. امام دارقطنی میگه هذا اسناد لا يثبت، این سند است که ثابت نیست. و ابن عبدالبر میگه لا يثبت وليس له اسناد قائم، کدام اسناد ثابت وجود نداره. وقتی که حدیث صحیح نیست، این راجع چی از قول جمهور علما ائمه مجتهدین محدثین که بر مسح بر مقیم 1 شب و 1 روز، بر مسافر 3 شب و 3 روز. اینا اگه تو بگی که امام مالک کلان عالم بود چرا عمل کرده، اون گپ جداست. خب یک مجتهد که اجتهاد میکنه و فکر کرده که حدیث صحیح است، سندش تحقیق نکرده اما حدیث برش نقل شده، او که عمل کرده ظرفش نفهمیده عمل کرده، گپ جدا. اما اگر برش گفته شو ثابت شو که حدیث ضعیف است، هم از او تیر میشه. بسیار اماما بودن وقتی که یک فتوا را میدادن که برشان حدیث می آوردی، از فتوای خودان تیر میشدن. و می خاطر میگیم قول اول امام شافعی، قول دوم نه، قول جدید و قدیم. یا میگیم از امام احمد ابن حنبل 2 قول است، چرا در نظر به دلایل. یا امام ابو حنیفه رحمه الله از قول خود رجوع کرد، چرا رجوع کرد؟ حدیث صحیح را پیدا میکرد رجوع میکرد. یا یک حدیث صحیح می بود، یک فهم دیگه از او می داشت، باز دیگه خود استاد می بود. بنان من ایرا بیان کردم که شما تو فکر نکنید که چرا اختلاف می باشه. یک حدیث ضعیف او تحقیق نمیکنه سندش. بسیار یکم دفعه ما میتوانستم یک حدیث میگم که شاید صحیح باشه، ولی پسان که بفهم ضعیف است تیر میشم از اون. با یک حدیث ضعیف یک نظر میتونم یا یک فتوا یک گپ بعد پسان بفهم که صحیح نیست از تیر میشم. اگر که ما خودم مجتهد نمیگیرم، خودم متبع میگیرم. متبع یکی مقلد است، یکی متبع. مقلد بدون دلیل تابعداری میکنه. هر امام که گپ زد مجتهد تحقیق نمیکنه این دلیل داره یعنی. متبع ایرا میگه که دلیل میفهمه که آیا دمی فتوا دلیل است یعنی، اگر بود عمل میکنه، نبود نه. آیا یک سوالی است که از این چیزی مستثنا میشه یعنی در اینجا 1 شب و 1 روز برای مقیم گفت و برای کسی که در خانه زندگی میکنه، برای مسافر 3 شب و 3 روز. در کدام حالت استثناء است یعنی؟ سوال جوابش که بله، این 3 شب و 3 روزی قطعی نیست یعنی استثناء است. مثلا از این توقیتی که مسافر است استثناء میشه امو صورتی که یخشا فوات رفقت، یعنی در یک جای وضو میکنه اگر وقتش پوره شده، اگر موضوع خود بکشه بشه رفیقایش میره یا موتر است میره، این میتونه که به وقت تنگ است یک مسجدگان بکنه در موتر چی کنه بالاش آتا که در یک جای برسه، یا تیاره میره نه و اگر پای خود بشه تیاره‌وان خستاد نمیشه. یک نفر مثلا استاد دایی گفت ما در هندوستان 5 دقیقه وقت اومدم یا 2 دقیقه تیاره رفت خلاصه ماند. میفهم تیاره میره اگر پای او را مسح کشک بالا شو خلاص. او یتضرر بالنزع، یا اگر اینا بکشه متضرر میشه،
مثلا این تو یک سردی خطرناک است که بکشی پایت یخ میزنه، یک حالت سخت است. و یا دیگه اعذار است، عذر است، پایش مثلا مریض است، یک مشکل داره، پس این میتونه مسح کنه تا ام عذرش یا مریضیش جور شه، پایش جور شه یا مشکلش حل شه. این بعض علما مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه و غیره گفته است. به خاطر که دارقطنی و بیهقی در سنن کبرا از عقبه ابن عامر حدیث نقل میکنن، میگه انه وفد علی عمر بن خطاب، یک سال میگه پیش عمر رفت که یک جماعت. قال عقبه گفت که امی عقبه و علی خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، با بالای ما موزای است از این موزای سخت، یعنی جلدش بسیار دبل. میگه عقبه ابن عامر میگه که ما پیش عمر رفتم در جماعت، موزای بسیار سخت بود، یعنی پوستش دبل بود. عمر میگه بر من گفت که متا عهدک بلبس ما، کی را پوشیدی موزایت؟ میگه فقال عقبه میگه ما گفتم لبستم یوم الجمعه، در روز جمعه پوشیدیم. والیوم جمعه، میگه حالی که آمدیم دیگه جمعه است، یک هفته تیر شد. فقال لو عمر سبت، عمر برش گفت رسیدی، یعنی تو به حق عمل کردی. به خاطر که مشکل بود موزا کشیدن و پوشیدنش بسیار دبل بود، نکشیدگی است. این یکم عذر اینجا است که یکم عذر پیدا شد. خب کی مسح شروع میشد به موزه؟ در اینجا اختلاف، یعنی مدت که آغاز میشه. حالا خوب گفتیم برای مقیم یک شب و یک روز، اینجا یک سوال بسیار مهمه. برای مسافر 3 شب و 3 روز. اینا همین مدت مسح از کجا آغاز میشه؟ از اون وقتی که پاک هستیم موزه رو پوشیدیم مسح کردیم، از اون وقت ساعت حساب کنی 3 شب و 3 روز، مثلا 9 بجه روز تا 3 شب و 3 روز دیگه 9 بجه همین، یا نه که هر وقت بیوضو شدی از اون وقت، یا هر وقت که در اوقات دیگه است از کدام وقت؟ یعنی اینجا یک سوال پیدا میشه که انسان آغاز همین مدت از کجا شروع میشه؟ با مجرد پوشیدن یا با مجرد مسح کردن یا از وقت بیوضویی؟ از کدام وقت شروع میشه؟ علما در این موضوع اختلاف اقوال مختلف دست. قول اولی است که من اول حدث یقع بعد اللبس، اولین بیوضوگی، یعنی بعد از اینکه موزه را پوشیدی بیوضوگی شد، بیوضو شدی، از اون وقت شروع میشه. مثلا ما این میال وضو کردم، خب پاک تشنابم رفت، پای مسح کردم، اینال 4 تا نماز به می وضو میخوانم، دیگرم میخوانم، شامم میخوانم، این تا خفتن مثلا ساعت 7 بجه شد، یا خفتن هم خواندم، بعد از خفتن باز بیوضو شدم. مدت مسح از اینمی ساعت مثلا که حالا 11 و 13 از اینمی ساعت شروع میشه، 11 و 10، یعنی که او از خفتن از کدام وقت باز شروع میشه؟ اینجا نظر اول میگه از امو ساعتی که بیوضو شوه، یعنی این از خفتن باز حساب میشه. این حال یک روز یعنی در خود چی؟ مسح یک روز دیگه هم اضافه میشه. این مذهب جمهور، یعنی اکثریت علما ائمه مجتهدین، این امام شنقیطی هم نقل کرده است، میگن از اون وقت بیوضوگی مدت شروع میشه و این از این وقت که حساب کنیم یک ذره وقت دیگه بسیار فراخیش زیاده، یعنی